سلام به همگی. فکر کنین کسب و کارتون یه پاسپورت بین‌المللی داشته باشه. یه چیزی که درهای جدیدی رو به روتون باز کنه. خب این دقیقاً کاریه که گواهینامه ایزو میکنه. توی این برنامه میخوایم نقشه راه گرفتن همین پاسپورت رو توی ایران با هم قدم به قدم بریم جلو. پس اگه واقعاً دنبال رشد هستین با من همراه باشین. خب بذارین یه سوال رک و پوسکنده بپرسم. تا حالا شده یه مناقصه خیلی مهم رو فقط به خاطر نداشتن یه گواهینامه از دست بدین؟ یا مثلا حس کنین که دیگه جلب اعتماد مشتریای جدید واقعا سخت شده؟ ببینین اینا دقیقاً همون چالش‌هایی هستن که ایزو اومده تا حلشون کنه. خب اول از همه بیاین یه تصور اشتباه رو همینجا کنار بذاریم. ایزو صرفاً یه تیکه کاغذ قشنگ نیست که قاب کنین بزنین به دیوار دفترتون. نه، ایزو یه ابزار استراتژیکه، یه ابزار واقعاً قدرتمند برای رشد و بزرگ شدن کسب و کارتون. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، گواهینامه ایزو دقیقاً همون پاسپورت بین‌المللیه که برای کسب و کارتون حرف میزنه. ببینین این مدرک به همه، چه مشتری داخلی، چه شریک خارجی، یه پیام خیلی شفاف و روشن میده: ما کارمون رو جدی گرفتیم و به استانداردهای جهانی پایبندیم. به همین سادگی. این جمله خودش گویای همه چیزه. یعنی شما دیگه نمیگین ما خوبیم، بلکه یه نهاد بین‌المللی معتبر میاد و این رو تایید میکنه. این یه مهر رسمیه، یه تاییدیه جهانیه که به همه میگه شما به کیفیت متعهدین و میشه بهتون اعتماد کرد. خب حالا بیاین ببینیم این سرمایه گذاری واقعاً چه سودی برامون داره. به این چیزا فکر کنین. اول از همه شانستون برای برنده شدن تو مناقصه‌های بزرگ، چه دولتی چه خصوصی، خیلی خیلی بیشتر میشه. از اون طرف چون فرآینداتون بهینه میشه، هزینه‌های الکی و اضافتون کم میشه. یعنی چی؟ یعنی هم درآمدتون بیشتر میشه، هم سودتون. واقعاً هر کدوم از اینا به تنهایی میتونه بازی رو برای کسب و کارتون عوض کنه. خیلی خوب، شاید الان با خودتون بگین وای این که خیلی کار داره و پیچیده است. اما خبر خوب اینه که اینطور نیست. کل این مسیر رو میشه توی 3 مرحله اصلی و کاملا مشخص خلاصه کرد. یه نقشه راه ساده که الان با هم میبینیمش. نقشه راه شما اینه. خیلی ساده. اول از همه کار از داخل خود شرکت شروع میشه. باید الزامات استاندارد رو پیاده سازی کنین. مرحله دوم اینه که یه مرجع صدور معتبر پیدا کنین، یعنی یه جورایی داور بازی، و در نهایت مرحله سوم ممیزی هاست. همون جایی که نشون میدین برای گرفتن گواهینامه آماده این. خب گواهینامه رو گرفتیم، کار تمومه دیگه، نه؟ راستش نه دقیقاً. یه نکته خیلی مهم اینجاست. گواهینامه شما 3 سال اعتبار داره، ولی این اعتباری یه شرطی داره. هر سال ممیزها برمیگردن تا یه ممیزی مراقبتی انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی میان ببینن شما هنوزم به اون استانداردها پایبند هستین یا نه. پس ایزو یه تعهد همیشگیه برای بهتر شدنه، نه یه کار یه باره. بسیار خوب. حالا میرسیم به سوالهای اصلی. همون سوالایی که میدونم الان تو ذهن همتونه. آقا این کار چقدر آب میخوره؟ چه مدارکی لازم داریم؟ و از همه مهمتر، از کجا باید گواهینامه بگیریم که معتبر باشه؟ ببینین هزینه گرفتن گواهینامه توی ایران یه بازه مشخصی داره. از حدود 2,700,000 تومان شروع میشه و میتونه تا 15 میلیون تومان هم برسه. میدونم این بازه خیلی بزرگه. دلیلش اینه که هزینه دقیق شما به چند تا عامل مهم بستگی داره که الان بهتون میگم چی هستن. خب چرا انقدر اختلاف قیمت هست؟ دلیلش خیلی منطقیه. اول از همه اندازه شرکت شما مهمه. خب معلومه که یه کارخونه بزرگ با چند صد تا کارمند به زمان ممیزی بیشتری نیاز داره تا یه دفتر کوچیک. دوم، پیچیدگی کارتون و سوم هم نوع استانداردی که میخواین بگیرین. هر کدوم از اینا میتونه هزینه نهایی رو بالا و پایین کنه. برای شروع کار شما کلاً به 2 دسته مدرک احتیاج دارین. یکی مدارک حقوقی شرکت، مثل سند ثبت و جواز کسب و اینجور چیزا که هویت قانونیتون رو نشون بده. دوم هم مدارک فنیه، یعنی همون دستورالعمل‌ها و روش‌هایی که نشون میده شما استانداردها رو پیاده کردین. حالا میرسیم به یه سوال فوق‌العاده مهم. تو این بازار از کجا بفهمیم گواهینامه‌ای که میگیریم الکی نیست و واقعاً اعتبار بین‌المللی داره؟ جواب توی یک کلمه است: اعتبار بخشی.
و اون کلمه کلیدی، یا بهتره بگم اون 3 حرف کلیدی، هست IAF یا همون IAF، انجمن بین المللی اعتبار بخشی. اینجوری بهش فکر کنین، IAF مثل پلیس راهنمایی و رانندگی برای شرکت‌های صادرکننده گواهینامه است. خودشون گواهینامه نمیدن، ولی به اونایی که گواهینامه میدن مجوز میدن و نظارت میکنن. پس اگه گواهینامه‌تون مهر تایید IAF رو داشته باشه، یعنی همه جای دنیا قبولش دارن. تفاوت این دوتا از زمین تا آسمونه. گواهینامه‌ای که تایید IAF رو داره، بلیت ورود شما به بازارهای جهانی و مناقصه‌های بزرگه. اما گواهینامه بدون این تایید، راستش رو بخواین ممکنه فقط یک کاغذ دیواری خوشگل باشه و نه بیشتر. انتخابش با شماست، ولی اگه دنبال سرمایه‌گذاری واقعی هستین، جواب کاملاً روشنه. خب، تا اینجا با خود فرایند آشنا شدیم. حالا وقتشه که یه نگاهی به داخل شرکت خودمون بندازیم و ببینیم اصلا برای این مسیر آماده هستیم یا نه. موفقیت شما تو این مسیر به 4 چیز کلیدی بستگی داره. اینو مثل یه چک لیست در نظر بگیرین. آیا مدیران ارشدتون واقعاً پای کار هستن؟ آیا همه کارمندها مشارکت میکنن؟ مشاور خوب و با تجربه انتخاب کردین؟ و از همه مهمتر، نگاهتون به ایزو به عنوان یه مسیر همیشگی برای بهتر شدنه؟ ببینین این یه کار تیمیه. اگه یکی از اینا بلنگه، کل فرایند میلنگه. و این ما رو میرسونه به شاید مهمترین نکته کل این بحث. یادتون باشه، گرفتن گواهینامه خط پایان نیست اصلاً و ابداً، بلکه تازه خط شروعه. شروع یه فرهنگ جدید توی سازمانتون، یه فرهنگ بهبود دائمی. در نهایت همه چیز به همین یه سوال برمیگرده. این فقط یه تیکه کاغذ نیست. این یه تصمیمه. یه تصمیم استراتژیک برای آینده شرکت شما. حالا از خودتون بپرسین، آیا کسب و کار شما آماده است که به یه استاندارد جهانی از برتری متعهد بشه و واقعاً بره به مرحله بعد؟